وزارت کار و امور اجتماعی امارات در هرات چهارشنبه هفته جاری را به دلیل گشایش پروژه لوله انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند تاپی در این ولایت رخصتی عمومی اعلام کرده است. در مکتوب روز سه‌شنبه 20 سنبله از سوی این ریاست به سایر ادارات محلی امارات در هرات ارسال شده، در آن آمده که این رخصتی به دلیل اشتراک مقام‌های بلندپایه ترکمنستان و طالبان در مراسم گشایش پروژه تاپی اعلام شده است. گفتنی است که در ازای مجموعه پروژه تاپی 1814 کیلومتر هست، بخش نخست این پروژه در خاک ترکمنستان تکمیل شده و حدود 800 کیلومتر این لوله گاز در خاک افغانستان کشیده می شود. افتتاح پروژه تاپی زمینه کار برای اکثریت قشر جوان افغانستان مساعد می گردد. پروژه تاپی یک پروژه اقتصادی است که از لحاظ اقتصادی هم برای افغانستان و هم برای همسایه‌های افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد. با افتتاح این پروژه معضل بیکاری در افغانستان کم می شود و افغانستان یک گام دیگری به سوی انکشاف و اقتصاد روی می آورد. شما هم اگر می خواهید از ویدیوهای انگیزشی ما از خانه امید که امید هر جوان افغانستان هست باخبر شوید و صدها مطالب دیگر، لطف نموده چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دهید تا از مطالب دیگر ما باخبر شوید. کانال خانه امید هر جوان هست. ما در این کانال سعی میکنیم تا شما را امیدوارتر بسازیم به افغانستان تا اینکه در زمینه‌های اقتصادی و علمی به دستاوردها و پیشرفت‌های دست بیابید. و نظریات خود را در پایین همین ویدیو با ما شریک بسازید. جهان سپاس از همراهی همه شما جوانان عزیز.